خوب دوستان عزیز انشاءالله رفته هستیم طرف هندوستان دعاگو باشه انشاءالله در ایرپورت شرمتای امیجان نشستگی در دستگاه انشاءالله. امیجان چی گفتن این مردم از همتین باشه امیجانی جانانه ها 28 15 دیتا خالو شایسته 15 دلشی 17 ایمن 42 سمالوت کلونه امیجون. خوب دوستان عزیز 26 دوستان عزیز الحمدلله در سمالوت کلون ششتیم همراه امیجون سفر به سوی هندوستان انشالله. امیجون عزیز چی گفتنی مردم؟ انشالله میبریم همش میبینی انشالله دعاگو باشه هر چیز ما خاطر خدا از هر یک قدمی شما مینداریم 1,200,000 که جمع کنیم انشالله به خاطر این برادر نمو گرفته برده شده میشه انشالله. خوب دوستان عزیز انشالله اینا سمالیت مرحکی کرد مایده انشالله سمالیت کلونه اینه شیر خدا شفاعت بده پروردگار سربلند باشه انشالله. میریم چی بدن این کارا همش اصول سبو نشون میتیم در ابتکاری انشالله باوری داریم که این برادر شفا میاد به خواست خدا دعاگو باشه انشالله. ویدیو را پیگیری کنیم و من همش نشون دادم دوستان عزیز در سمالوت رفتیم با ننگ کرنگ کودکو هم اصلا نشون داده است پروسو شما شاهد باشید. چی خورده است ودی بچه ها؟ چی ایوه؟ برنج بچه شد خلاصه از اینکه آفاد کردن برنج آواشنو اینجا پشتی مرد بود 124 بود ما همین برنج گرفتیم که به چی باشه برنج گرفتیم به گوشت باشه برای در جا کشتیان چه کشتیان نمیدونم نه این نگاه از اینی دو برنج نه از زندگی ما پروسته ایالم نشون میتونه برنج با گلکرمای سبزی و قلافرت و جهواری و پیاز دخلت ایشاوان چیزی سلیپه تمام نیم قدر چیز یک نیم ساعت یکی هم دست خیلی خوب خیلی اختبام جواب کردم سمالوت آخر کلونه خلاصه از اینکه سه را دیگر های نیره دیموش تگی ما باینیم 4 دای او را دیم داری 3 6 10 را دای 3 لینی اینجا خیلی تلویزر تماشا داریم لا حول ولا قوة الا بالله. ببینید پروردگار خودش الله خود شاید یا آهن ایده داره هوا مثل یک آهن بود چقدر یه پروردگار میبرن یه نموسترش میخمیده است و با این عظمتیش کلونه بیا بزرگ یعنی که بزرگ است در معنی یکی حجمش کلونه بیا سمانتی بزرگ کبود جوگی هم قصدرش میخمیده گفتیم که چی گفته میگه هم خوبایم خیلی خوبایم پریمی تو دو باندی سمانت خمیده است گرفته است انشاءالله ما رسیدیم سمانت میشینه نامی جون رسیدیم انشاءالله سمانت بسم الله الرحمن الرحیم میشینه اینا الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسوله الله اکبر. دوستان عزیز الحمدلله رسیدیم میده بسم الله میده انشاءالله این خطی امی جون
спасибо. تو اونجا رفتیم انشالله. خوب دوستان عزیز سمود کلون به حد مایده اونجا نده کلی است که شنوندم مایده رفتیم انشالله. خواهی بود درش دیگه همونیم خدا آخرش ایروپورتی هندوستان دهلی. این شخصایی که همش معیوبان در کلی اسکان نراگشتن میتونی خیلی پشت کستگیه. خلاص از این خیلی خواهد مرده مایده حرکت میکنیم که نشون میدهیم چی میگن هندوستان انشاءالله. این ایروپورت این اونجا واقعی عروبا چی میگن شخصی که عروبا نمیبرم تیزی را میگردن من خیلی بس پیش تو رو میگم خرافته سوی تیز خیلی بس پیش کرده سودمش خدا نگردن. این ایروپورت هم کلون ابدای الله درو نگم اگر 15 مینوت پیاده آمده استیم. 15 مینوت چی دکنم خاکی پاوزش میکنم 15 مینوت چی خیلی پیاده رفته استیم. سبحان الله هیچ خاکی بیرون دایی شوی دیدش نمیشه. ساعت دیشای با وقتی هندوستان براسیه بول پکه نمیدونم 15 مینوت چی خیلی پیاده مردم رفته استیم. همش خیلی قلین دختگی یعنی که کلونی ایروپورت میگونده جایی که ایروپورت مرفع ورده یعنی سمالوت فرمات رسد که کرد 15 مینوت خیلی پیاده رفته استیم برای بیخدش. این ای پایون فرمدیم کنترل نی میسته جایی که پر میکنن پاسپورت را بسون از الحمدلله گذشتیم همراه همینجا یک حیران شدیم نه میبینی راستی میای نوادن راستی مردم میبینی کار میاد اما من همین هندوستان اومدم 99 از 10 دیدم فقط چی میرن تبابت. من چی گفتنیم خیلی خدا خودش تو خدا خودش بتیه اما از مسلمان ها از مردم ترکستان خیلی خواهش میکنم از دکترای عزیز طبیبان علم سخت کنه. علم همه دولت علم است اما ببینه که ابو علی ابن سینا یکی از بهترین و طبیبانی برجسته روی دنیا نه تنها تاجیکستان یا که ایران افغانستان اما ببین که تمام دولت آغاز من دیدم تمام ملت دیدم چی بود تمام ملت همش بابت هر یک کدومش دستش مخی پاپکاون از نچینی داشت برای توبت کردن. ما ایروپورت گذشته سودیم با اون خاطر خواهش میکنم اگر امکان باشه کمی هم ساحه طب همه ساحه اما ساحه طب برای توبت همین مردم تاجیکستان سخت‌تر کنن تا مردم ما از دیگر دولت ها با ما ان شاء الله پیشتر بگوید توبت. من کلی بیمارا شفا بده خیلی دلش تماشا کنید بچه‌ها. این ایروپورت دوستان مردم اینجا قبول میکنن گرمی اگر درون ممکنه 40-50 گرادوس باشه بیرون همون قدم گیره ساعت میگم ساعت چنده ساعت 03:44 یعنی 20 کم 4 سحر با وقتی هندوستان های با وقتی روسیه 1:14 یعنی که قریب 3 ساعت پیش بوده 3 ساعت 4 ساعت هم روی میجونی بیچاره این همجا مانده شده. مایده بودید تاکسی هاشونن تاکسی ها یارم عجایب بدین ماشین هاشون یعنی برای چی من سیام که دارم اول تا آخر سیام که کنیم تا بفهمه که از چی صرف شد انشاءالله و با چی تمام شود. این ماشینک های تاکسی ها شوی هم ایده اکی خوب داره
اینا آدمی ما اومد گریف ما انشالله میده انشالله ما میریم جای تاکسی ها سوار شده دلهی مترو با مترو داشته همچنین ماشین ها دارن و تاکسی هاشون ها تنگی نکن خلمانگو همه تنگی نان قطار اما سیاه کردگی صورت پریزین شده دیگه دیگه ها گرم اومدیم گشنگه شک شدیم یعنی گشنه شدیم یه چیزی حلال نداره یعنی که ساعت هم که 4 ساعت اینجا گرفتیم همه ساندویچی با پنیر و بطخم ها خلاصه از این خرید کردیم میده انشالله آب و همه طرف این وجه گشنگه هشش کن گشنگه 5.5 ساعت پرواز کردیم در سمالیات خرید خوش مو بکنن خلاصه از این خرید کردیم انشالله میده میریم تاجیکستان با پیش بگو این بچه ها نه کم کم توجیکه یاد گرفته است انشالله همه راهنماییم داره نامش جی اکش محمود